سلام بچه چطوری؟ خیلی خوش اومدید. بیرون خیلی خفن دیگه بچه اومدیم یه کلش رویالی بریم بازی کنیم. دوستان من صدام یه کوچولو کم میاد، باید این صدای کلش رویالو آخرش کم کنم. دوستان ببخشید من سرما خوردم، زیاد نمیتونم خودم صحبت کنم. خب آقا عشق ادوارد جان، خب آقا خشم رمزآلود ما یارمون که اینه، خود یارمون. یه لحظه بچه‌ها یه چالشی باید ببریم. من با اکسیر 3 باید بازی کنم. این دوتا اصلا مهم نیستن، اوکی؟ فقط با اکسیر 3 باید بازی کنم. اولین اکسیر کارتی که بردم شوالیه هستش، آرچر، تیر، فشفشه، گروه گابلین، بعد گابلین بلودارت داریم، ارتش. خب الان اوکی دوستان، گولجاده خیلی خوبه. رمزآلود این شوالیه بندازیم. اوکی ممنون که شاهزاده خانم برجم نزدی آقای تکثیر انداز جادی. بابا پول دارت عشق ناموسن ولی مردک باشه بهت نشون میدم ناموسن. آقا او چی انداخت لعنتی برزه یا ابوالفضل، وای فشفشه انداخت. بچه‌ها بزن اینجور مادرتون. عالی آرچر فشفشه. بچه شارژ هم زیاد نداری، فیلم کوتاه بزنم براتون. 2 دقیقه دیگه باید بازی کنیم. خیلی هم بازی سختی هم هستش بچه ها، باید بازیتون خوب باشه. عالی آقا بلدیه شمالیه دیداست شمیشه آرشر. یا حضرت هم باز شمالی عالی. آقا الان ما تیم اندازیم و علی چقدر زود انداختم. و بله شما باید گولجاده و برزگری که سری باید بندازیم. خب که از بازی که میره بیرون خداحافظ. نه ای وای چیکار کردم من حاجی. اشکال نداره بهت نشون میدم. یا من میگن امیر، نه میگن بتون. یا حضرت من میگم بتون ترد نمیدم سبته. کسی اصلا نمیتونه منو ببره. آرچر بابا الان فشفشه بندازیم، گروه گابلینم که اونجا میندازیم، آرچر میندازیم که خوبای سلطان که زدیم. آقا ایزی اصلا منو نبرد. آقا ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگرم دوست داشتین پس من بازم تو کامنت ها بگید که دوباره برم کلاس رو بازی کنم. خیلی هم حال میده. و خدافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.